سلام. هیچ وقت نمیخواد به این فکر کنی چرا زاویه دوربینه یا اینکه این یارو چرا گنده است. اصلا این یارو کیه، چی میخواد؟ چرا میخونم واسه دوست داشتی نظرتو بهش بده. خب نظرتون رو بدونم، نظر همه بچه هایی که اینا رو میشنون رو میخوام بدونم. چه ساعتها که سرگردان به ساز مرگ رقصیدم، از این دوران آفتزا چه آفتها که من دیدم. سکوت زجر بود و مرگ بود و ماتم و زندان، هر آن باری که من از شاخسار زندگی چیدم. فتادم در شب ظلمت به قهر خاک پوسیدم، ز بس که با لب محنت زمین فقر بوسیدم. کنون که از خاک غم برگشته این صد پاره دامانم، چه میپرسی که چون مردم چسان پاشیده شد جانم؟ چرا بیهوده این افسانه های کهنه برخوانم؟ ببین پایان کارم را و بستان دادم از دهرم، که خون دیده آبم کرد و خاک مرده ها نانم. همان دهری که بابستی به دندان کوفت دندانم، به جرم این که انسان بودم و میگفتم انسانم. ستم خونم بنوشید و بکوبیدم به بدمستی، وجودم حرف بیجایی شدن در مکتب هستی. شکست و خرد شد افسانه شد روزم به صد پستی. کنون ای رهگذر در قلب این سرمایه سرگردان، به جای گریه بر قبرم بکش با خون دل دستی، که تنها قسمتش زنجیر بود از عالم هستی. نه غمخواری نه دلداری نه کس بودم در این دنیا، در عمق سینه زحمت نفس بودم در این دنیا. همه بازیچه پول و هوس بودم در این دنیا، فرا پابست مرغی در قفس بودم در این دنیا. به شبهای سکوت کاروان تیر بختی ها، سراپا نغمه عصیان و جرس بودم در این دنیا. به فرمان حقیقت رفتم من در قبر با شادی، که تا بیرون کشم از قهر ظلمت نعش آزادی.